بدم خدا. دوشنبه و آغاز هفته رو شروع میکنیم. من خطوطم رو مثل همیشه رسم میکنم، سقف و کف‌ها رو میذارم برای اینکه واکنش نسبت به اون سقف و کف‌ها رو ببینم. تقریبا 1 دقیقه و نیم مونده به تایم بازار، ببینیم که اول هفتهمون به چه صورت شروع میشه. بازار شروع میشه، ابتدای بازار همیشه فیک و اینا داره، صبر میکنیم. خب بعد ببینیم واکنشش به سقف چجوریه. اینجوری که داره میره احتمالاً به سقف واکنش خوبی داره. خب شکستش انجام شد، با ثبات هم هست. بله. خب من الان یه دونه وارد معامله خرید میشم، استاپمو بذارم و تیپیمون 2 باشه، همون مثل همیشه. اینقدر این چیزمون درست نکردیم که سخت میشه باشش. خیلی خوب، اول صبر کنیم که ببینیم نسبت به اینا واکنش چجوری. من تایمم رو 15 دقیقه قرار دادم که چون تریدینگ ویوم متا تریدر هم خوب باز نمیشد. دوباره برمیگردم نمیشه تایم خودش، همون 5 دقیقه. این کندل اگه بالا بسته بشه احتمالش خیلی خیلی زیادی که تیپی مونه با اون بده. خب فشار خرید خیلی زیاده، بازار مارکت خیلی قشنگیه، او داره میره بالا. خب من یه ریسک فری میکنم چون تیپی یک اون رد کرد. نقدینگی تو بازار بسیار زیاده. یه کمی دیگه بره بالا و میزنه، تیپیمون رو میزنه. خب خدا رو شکر ما با یه هفته عالی داریم شروع میکنیم بدون هیچ ضرری. ترید هیستریمو ببینید، ترید هیستریم مشخصه، فقط یه پوزیشن داشتم، پوزیشن هم تیپ 2 گرفتیم، خیلی هم عالی. خب خدا رو شکر، تا ببینیم انشالله که روزهای بعدی هم همین شکلی باشه. ممنون از همراهیتون.